فرزانه نیم سال می شود که در این کارگاه دوزندگی کار می کند. این بانوی 26 ساله در سال چهارم دانشگاه از روی اختصاص زبان و ادبیات فارسی تحصیل داشت. اکنون ناچار دوختن لباسهای زنانه را می آموزد. هرچند آرزوی بزرگترین خود یعنی ختم تحصیل در دانشگاه را گم نکرده است. این سال آخر ما هم میگه ضایع شده، می رقم بیوز تمام این استادای دخترها به می جا هم میگه به می زیر حکومت طالب ضایع شد. تو علاقمند ازی هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد، ان شاء الله هم که واز بشه و دوباره ما زحمت که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت. این کارگاه در مرکز ولایت غور واقع است. مالک آن میگوید 7 کارآموز دارد. اکثریتش خوانندگان و دانشجویان می باشند که ادامه تحصیل برایشان منع شده است. بخش دیگر را زنانی در گذشته خانشین تشکیل می کنند. تمتون هستند، دختران مکتب هستند. کسانی که سنف 12 بوده که حالا دست نمیخونن میان، کسانی که تمتون بوده، بعضانی که از خانگی هم هستند. لباس های کارخانه در این دکان بازار به فروش گذاشته شدند. ما روزانه روزی حداقل 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق واتساپ و فیسبوک هم ما داریم فروشات داریم که ما سفارش میدیم. حکومت طالبان وعده داده بود که سال جاری در این مکتب و دانشگاه ها را برای دختران باز میکنند. اما با پایان تعطیل زمستانه در افغانستان پسران دانشجو به دانشگاه ها برگشتند ولی دختران همچنان از حق تحصیل محروم ماندند. نمایندگان گروه میگویند از بس که دختران افغان درست حجاب نمی پوشیدند و با مرد محرم به دانشگاه نمی آمدند از حق تحصیل محروم کرده شدند. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.